همه چی از اینجا تقریبا شروع میشه. مترو چیتگر. ما از این مترو بریم تا یه جایی هم بریم سمت شهید حقانی. از اونجا بریم کتابخونه ملی. ادامه‌شو میگیرم و میچسبونم. مثلا با کیش میکنم. خوش اومدید به ویدیو از امکودری. اینجا فضای مترو چیتگر میشه. ما خیلی دقیق بخوام بهتون بگم، ما الان چیتگریم. خیلی واضحه. میایم پایین میریم تا میدون آزادی. میدون آزادی سید رو پیدا میکنیم. میریم تا دروازه دولت. از دروازه دولت میریم تا اینجا حقانی. کل مسیر مترو همینه و کلا فاز مترو یه فاز افسردگی خالصه، در یه سطحی که انگار همه خسته کوفته ترکیدن. و من یه گوشی دستم و فیلم میگیرم، مثل چیزا رو نگاه میشه. منطقیه. مترو دیگه. بریم برای ادامهش. خب ما رسیدیم به دروازه دولت. تو مترو دیگه نمیشد در بیاری. شما اصلا در میآوردی ملت یه جوری نگاه می‌کردن مثلا راست اونا مخایفی میگیری. الان هم همینه. خب این دروازه دولته. بریم برای ادامهش میریم تا حقانی رو میایم بالا. اونجا یه کاریش میکنیم دیگه، ببینیم چیکار کنیم. ما هنوز توی ایستگاه مفتح و اینا رو رد کردیم، داریم میرسیم به حقانی و مترو ایناست. آره بریم تا برسیم به حقانی و اینا. آره تا برسیم به حقانی و اینا اونجا دیگه ادامهش رو بگیریم. خب حقانی رو که میای بالا میشه کجا؟ میتونی بری پارک موزه دفاع مقدس، پل طبیعت، مسجد جامع خرمشهر، باغ کتاب. بعد میای وایسا بیام دیگه. میای همینو حقانیو میای بیرون. چقدر گرمه. هوا شخمیه، باید شب بیای. الان بیای بخار پس میشه. روز نیا دیگه. روز نیا به فنا میری. همینو میری پایین. زده موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس. ما باید در وسط دفاع مقدس رد چیم، بریم سمت باغ کتاب. بریم وسط باغ موزه، از وسط باغ موزه تا خود باغ کتاب و دیگه کامل بگیریم نشونتون بدیم. فعلا بریم تا به اونجا برسیم. خب شما که میاد داخل و اون مترو رو میاد پایین، مسجد رو من نشون دادم دیگه، ورودی داره. میای سمت مسجد جامع خرمشهر. شما همین مسجد رو خیلی باید بری پایین. ما باید الان بدویم تا وقتی شما طرف نشه. برید به سمت پایین تا برسید به یه پلیه. ما این پله رو باید راستشو بگیریم، چپشو بگیریم، بریم درش. این پوشک‌ها رو نشون بده. اینجا موشک داره. خب یعنی الان شما اومدید اینجا کتابخونه ملی رو ببینید، ولی ما داریم چی بهتون نشون میدیم؟ باغ موزه دفاع مقدس. صدا پدافندم میاد. اوه زدم. نمیدونم. نه دارن یه چیزی میسازن. هلیکوپتر رو طرف نزدیک خیلی دوریم. عجله کن دارم میسوزم در این آفتاب. اوه پسوس. مدایی بلایی کردن شاد چی. خب حالا سوالتون اینه که شما چرا از این ور اومدید؟ خیلی سوال قشنگیه. ما از مترو استفاده کردیم و مترو اونورش، یعنی اون در اونوری کتابخونه در نمیاد و شما در هر صورت باید از اینجا برید. هلیکوپتر کبرا رو میبینید. سطح مهارت در شناسایی کفترها
حاجی تانک کو این طلبتر تانک تانک. تو تانک ببین مثلا این باشه فکر کنم جمعی یه چیزی باشه مثل جنگ الکترونیک ما اونی که در این شرایط جنگی چیزشو پیدا میکنه این وسط رد چه خیلی شاهکاره. همین لحظه امکان داره بیاریم حاجی پدافندو بگیر پدافندو بگیر با همینا بهباد میزنن میگن به فلان زدیم ما همیناست همیناست که بق میزنن دیگه. ماشین کردن تو آره ماشین کردن تو این شیشه ها اینا تروراییه که انجام دادن. شما الان ببین یه تیر دو نشون کردی وقتی داری این ویدیو رو میبینی اومدی کتابخونه رو ببینی داری باغ موزه دفاع مقدس هم میبینی با اینکه تمایلی نداشتیم ما هم تمایلی نداشتیم باغ موزه دفاع مقدس رو ببینیم که دفاع مقدس البته خیلی خودش ارزنده است ولی باغ موزش خیلی ارزنده نیست. بریم اینور بریم خانکا رو میگذریم ازشون میریم پایین. خب من دقیقا نمیدونم اون ساختمونه چیه ولی هرچی هست ساختمونای بزرگیه. اون ساختمون بانک مرکزیه فکر کنم ساختمون بانک مرکزیه. ما همین اینو با همین زاویه میریم پایین. حاجی هم یه جور بدی نگاه کرد گفت اینا چرا دارن فیلم میگیرن ندید پدی. خب ما اینجا چیز خاصی نداریم یه اسکیپ کنیم بریم جلوتر تا به اون پله برسیم. اون بره رو پله است. خب بگو دیگه. ببین این F5 اون F5 بود که این اولی هواپیمای خب باش رفتم کویت رو زدم. این هواپیمای 70 سال پیشه رفت کویت رو زد اومد. حالا یه دونه موشک استفاده از بین ستاش میخوره میگن آسمان خرابی در انتقاد نکن. ببین گونی راست گونی در انتظار گونی در یک کلمه هر جفتش یعنی رادارم اونجا هستن میریم نشون میریم. ما اینجایی که الان رفتیم شما در نهایت میرسید به چنین پلی یعنی چنین پلی رو دیدید باید در روش رد شید و برسید به کتابخونه. خودکششیه من میخوندم خود کششی میخوندم کششی چی کار میکنه؟ خودشون میکشه توپ میزنه خب پاره میزنه توپ خودکششی رو دیدیم مثلا هویترزش خیلی کششی هویترز. ببین این F4 F5 F4. خب شما وارد این پل میشید و وقتی وارد این پل شدید باید برسید به کتابخونه که اون تهه و کتابخونه خیلی دوره. آفتاب هم دقیقا در این دیگه نمیدونم میبینید یا نه خیلی بالاست دیگه رو کله ماست. اون چیه؟ گردالیه نمیدونم. اون من اگه اشتباه نکنم فکر کنم مرکز رصدخانه است چون همیشه گردالیا رصدخانه جز گردالیا آمریکا که مال سازمان ساختمان پدافندی هست ایشالله که گردالی رصدخانه باشه. جنگنده عراقی که تو تهران پدافند زدتش سقوط کرده. اینم ماشین برادرای رزبنده است. آره تو این فیلم ها میبینی یا پیغمبر نشون بده جنگنده عراقی گندستی درازه میدونی خیلی درازه جنگنده پولو میبینی؟ پولم درازه. خب این چیه؟ این بالا یه راداره. نه رادار رو ول کنی که پایینه چیه؟ این جنگنده عراقی بود بکنم میگه 21 ایچنگ اسمی داره رادار خیلی سالم این یکی جنگنده تنها رادار سالم در چیز یعنی رادار کشور اگرانمون نه بابا ما داریم تولید محتوا میکنیم دولت از تولید کنندگان محتوا حمایت میکنه انشالله به لطف خدا. شما وقتی اینجا دیدید زده پاک رو هوشمند رو باید از اینا به ما بدن دیگه تو این گرما که نمیدن. باغ کتاب اونجاست کتابخونه ملی تهران یا همون باغ کتاب که اون ته لوکیشن خفنی واسه عکس برداری روشن شدی. چرا حالا برای عکس برداری؟ چون خیلی سبز مبزه داره یه ذره جلوتر آب داره جای خوشگلیه جای قشنگه شده قشنگ دولت
باک موزه. خیلی گرمه. هشدار آلارم داد گوشیم، گفتش که هم داری از دوربین استفاده میکنی. داغ کردم هم آفتاب تو چیز گوشیه. وای خیلی قشنگه. قبولش وای. دارم. بیایید اینجا عکس بگیرید، کتاب نخونید. چیز حالشو داشتید کتابم بخونید. خب ما بریم اونجا که آب داره. برو اول بریم اونجا آب داره نشون بده. ندیدای آب داره. باید عکس بگیری اینجا شما. مثلا اینجا که با اسکوتر برقیاش بریم. اینجا شب بیاد. ببین اینجا کلا شبش قشنگه، روزش میپذیر. یه سری افراد تو روز میشن، حالا مشکلی نیست. ببین اونجا آب داره، من نشون دادم. دیگه نمیخواد بریم. اونجا الان آب داره، میتونید بیاد آبشو ببینید. خطر سقوط و غرق شدن در دریاچه است. آب خالی نیست. خب این مجموعه به شدت بزرگه. شما تا اینجا ویدیو همراه ما بودید تقریبا در مسیر و در 10-12 دقیقه از فیلمید شاید از این ولاگید و ما تازه رسیدیم. یعنی هم محیط رو نشون دادیم هم رسیدیم. توش میمونه الان، یعنی توش باشه چیز، یعنی توش رو باید نشون بدیم و توش ما رو همراه کنید دیگه. توش رو نشون بدیم. بسیار محل زیبایی است. از چی داری عکس میگیری؟ آها از محل زیبا. خیلی زیباست. خیلی زیباست شوسی. اون بالا نوشته که هنر غارت است از ادامش. شما اگه تونستید بخونید کامنت کنید. من نمیدونم چی نوشته. اوه چقدر گرمه. خب این الان سوراخش چیز ورودیش کجاست؟ ورودیش اونجا زده دیگه. نگاه. خب شما با این هنر آرت لیک که اینجا نوشته به انگلیسی نوشته که یعنی ما اینجاییم. ما الان اینجاییم. اینجا مترو حقانیه که اگه از شهید همت می اومدیم نزدیکتر بود جناب امکادر. دیگه چرا دیگه؟ ببین شهید همت اینجاست. خب حقانی اونجاست. حقانی اینجاست. ما از اینجا این راه اومدیم که البته به شما نشون بدیم. آره ولی از اینجا میای خیلی نزدیک‌تره. خب اینجا میشد اونجا. اون یارو گردالیه کو که الان آره نیست. اون گردالیه اونجا میشد. این سمت. دوستان از همت هم میتونستید بیاد، ما اطلاعی نداشتیم. چقدر این عکس زیباست. قبل هوش مصنوعی طراحی شده و ما الان جاییم که کتابخونه چقدر آپشن داره اینجا. مسجد جامع خرمشهر فلان فیسار. دوستان برنده دریانوردی. آره بولوار نلسون ماندلا. سه بانکینا اینجاست. دفتر بانکینا تو نلسون ماندلاست. نلسون ماندلا آفریقا. خب ما بریم سوراخ ورودیشو پیدا کنیم بریم توشو نشون بدیم دیگه. آره همراه ما باشید. این سمت چپی چیه؟ چی؟ ادامه توشه. الان توش اونجاست. اونه. یه توش یه سوراخ اونجا داره. نوشته. آره اینا الان چیز کنن. نه دیگه گرفتم دیگه. ساعت 10:49 دقیقه ورودی یک غربی. شیشه ما رو میبینیم. خاطر میکنم اینجا. خب وابل از یه دقیقه وایسا. خیلی بزرگی و وسیعه. خب ما الان کجا بریم؟ الان دیگه وکی کردم. اینو من اینجاش اومدم. آره به ما گفتن که فیلم برداری نکنید و فلان و اینا. ما میخوایم خیلی نامحسوس فیلم برداری و اینا حالا این رو بگیریم. مامان ببینید چرا نباید تو مجموعه فیلم برداری کنیم؟ مثلا چی داره؟ نگهبان رو بگرد جای نگهبان نباشه. خب آها دوستان اینجا سینما هم داره. یعنی سینما اینجا داره. تب نامتمام بخونین. بکنم باید اینجا چوسی هاشون زیاده. باید قبل هماهنگ کنیم. به که آقا من میخوام بیام اینجا و فلان و فیسال و اینا. یا پیغمبر چه سخته. رفقا اینجا سینماشه. یعنی مجموع سالن هست. گیشه بیلیت های سینماشه.
هر لحظه دارم این کار مثلا خلاف قانون فلان میکنه، ایشای سینماش و فلان و ایناست، کلا اینجا سینماشه و اینا. دوستان اینجا محل تفریح هست ولی بیرونش، یعنی به ما گفتن که از بیرون میتونید به سادگی عکس بگیرید و ویدیو بگیرید و فلان، توش نمیتونید. و نگهبان اونجا هره و ما میگیریم یه جوری خب ویدیوشو، ولی تا الان چیز خاصی نداشته، فقط کتابه، واقعا کتاب و کتابخانه است و توقع دیگه ای هم نمیتونی داشته باشی، چون هرچی هست مربوط به کتاب و کتاب خوندن و اینا. یه کشتی حضرت نوحی هم اون بیرونه، من نمیدونم چی کار میکنه. فقط تا جایی که من با خبرم یه بار یه شب اومده بودم اینجا میتینگ رپ میذارن اون بیرون. آره شباش میتینگ رپ میذارن. ما اگه تا شب موندیم که میتینگ ها سعی میکنیم فیلم بگیم دیگه، چه هنر و فلان و اینایی. نگهبان اون به نظرت داره میاد؟ اون نگهبانه است. آره باشه. خب دوستان ما رسیدیم به این بخش باقی کتاب. باقی کتاب نظرت میشه میگه انتظامات اونجاست، یکم داره فکر کنم از پشت میگه داداش فیلم عکس نگیر. ولی خب من که میگیرم. گوسفند داره اینجا، گوسفند داره، نشه کرده اونجا نشسته. کرستان انتظاماتو که نمیبینی. چه کرستان؟ چیز بود این انتظامات دیگه نه؟ نیست انشالله که نباشه. سندباده، سرزمین نیکوکولوها. انتظامات نداره. من نمیدونم اینجا انتظامات چرا نداره. اینجا چه ذره بهتر بودا، یا صندلی بندلی ها همه چی اوکی‌تر. سرزمین نیکولوها اینجاست، نیکوکولوها. اینجا دیگه نمیشه فیلم گرفت دارم. اون انتظاماته. این اونجاشو بر ما زد. اونجا یه شیء چیزی وجود داره، دستگاه ذرت ساز داره. پروفیلاتش داره. جلوی دوربین که من نمیخواد. بیا بریم چیزا ببینیم اونجا. چی اسمش؟ بگو اسم اون لامصب و کلا قرمزی. دوستان اینجا رو با وایت ایس تمیز میکنن و این یارو AVF. یا خدا ما بالاخره جارو میکشن. اینجا مال کودکان حس میکنم. حالا این یاروه رو داره، دماغ. این یاروه رو داره. برو میخوام این و عرضم به خدمتتون که این سرزمین نیکولوها رو داره که اونجا خاله ها توی چیزن. خاله هم دیگه اونا چی میگن؟ نمیگن خاله مهد کودک به چیزا چی میگن؟ خانوم خاله های مهد کودک هم دیگه بابا. اونا کلا محیط همینه. این سالن کودک نوجوانشه. اصلا نمیشه فکر کنم فیلم گرفت. یعنی همینجور که منو نگاه کرده انتظامات الان دست چپ، یعنی فیلمتو جمع کن. ولی اونور اتوبوس داره که بیرون هم هوا گرمه، ولی اتوبوس و ماشین پاشین و اینا داره اونور که بیرونه. یه ذره خلوت شد. خب دوستان ما نفوذ کردیم به عمق کتاب باغ کتابخونه ملی و
این نفوذمون باعث شد به خاله ها برسیم، یعنی چیز به سرزمین نکوله ها برسیم که توش خاله ها. باشگاه رباتیک داره طبقه بالا. شعر شاد برامون بخش کردن. و خیلی جای خوبیه اگر با بچه پاشید بیاید. با بچه هاتون بلند شید بیاید اینجا بازی کنید. ها؟ بچه‌م بچه‌ت کو؟ بچه‌ت اینجا. آره با بچه هاتون بلند شید بیاید اینجا و واقعا دیگه چیزی نداره. یعنی تنها جایی که من تونستم واقعا با وضوح فیلم بگیرم همین جایی بودش که خاله ها حضور داشتن. اونم به خاطر حضور خاله های عزیز بود. برون برای خاله ها میخوام فیلم بگیرم. ببین مثلا اینجا اینا داره، توپ داره، بچه داره، خاله داره. آره بریم بخشای دیگه شو ببینیم. گرماش چیه؟ انگار از زندان اومدیم. خب ما اومدیم بیرون. آجی چشام نمیبینی. برو اون بره. بابا باید همون بر بری بالا، اینجا چیزی نداره. خب دوستان ما توشو دیدیم با هم تا سرزمین کوکولوها. ما بگو داخلش رفتیم تا کوکولوها، هیچی نداشت توش، فقط کتابه. تفریح اصلا حالت به شخمم طور، ولی جای خوبیه، گل داره فلان داره. شبا باید روز نیاید، روز بیاید خب بالاخره به گاه میرید دیگه، چیز یعنی به چخ میرید شما روز بیاید، روز نیاید اینجا و شب بیاید اینجا. اینو باید بریم بالا، اونجا همراه اوله. آره اوه ببین کله زوره الان چرا نمیبینم 112. اوه دوستان ما توش تا کوکولوها و نمیدونم کتابخانه و اینا فیلم گرفتیم تو محیطای زنجیره‌ای مثل فروشگاهاش که یارو هی میگفت جون آقات فیلم نگیر، ما هم نمیگرفتیم، سعی کردیم نگیریم. یه جایی که شامل فروشگاه و سینما و اینا میشد که میگفت نگیریم و ما با از یه زاویه دیگه سعی کردیم بگیریم، زیاده. بعد با کتاب تفریح نداره، محیط خانوادگی طوره، یعنی با خانواده بیای 4 تا جا ببینی، نهایت بری کافه چیزی بخوری، با همسرت باشی بیای. آره همین اصلا با رفیقا ارزش نداره. یه سال همراول الان باید چه غلطی کنیم؟ نه دیگه نمیریم، این ساختمون همراوله، ما اینجا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم فکر کنم. ما الان میریم اونور تهران رو نشون بدیم. یه لحظه دوستان، یادم من باغ کتاب بگیم. دوستان اینجا اسمش از باغ کتاب تهران، فقط و فقط توش کتاب داره، یعنی هیچ چیز تفریحی نداشت. ما اومدیم بریم سالن چی اسمش رباتیک، آسانسور کار نمیکرد، پله‌ام کار نمیکرد، بسته بود کلا. رفتیم سرزمین کوکولوها، خب چیکار کنم با کلاه قرمزی چیز کنم؟ نمیتونم چه کاری کنم، اونم به درد بچه‌ها میخوره. اینجا هم وروده، میشه بری بپرسی اینجا ورودیش کجاست، انتظامات اونجا وایسیده. خب دوستان ما باید گوشی رو اینجا غلاف کنیم بریم داخل، بعد انتظامات فلانش کنیم و اینا بریم داخل دیگه. هیچی نداره. شما از این بالا اونور برج میلاد رو میتونید ببینید، این بالای بالا بیاید اونجا برج میلاده، اونجا یه رصدخانه است، اونجا مصلی دریاچه هم لاشه دیگه، هیچی نداره دیگه اینجا. اونم ساختمون بابک زنجانیه، اونور مگه بهتون نشون بدم، اون ساختمون بابک زنجانیه دیگه، هیچی نداره، گشتنیه دیگه، سرسبزه، شباش خوبه، ظهراش جهنمی. بریم حالا توش هم این تو بتونیم ببینیم بریم توش یا نریم فلان فساد، بریم نزدیکش. خب دوستان ما اومدیم باغ کتاب، برق رفت، یعنی برقشون اومد. حال کردی تا برق رفت برق اومد، تا گفتم اینه دیگه همه چی روشن شد، تا گفتم روشن شد. اینجا ماشینا رو دارید میبینید، یعنی ماشین و فلان و ایناست. اگه بتونم بگیرم
اینجا یه فضای کاریه، یعنی این بخش یه فضای کاریه، یه سری میشینن اینجا کار میکنن، یعنی چنین آدمایی هم اینجا پیدا میشن. یه ذره جلوتر چون انتظامات داره من فکر میکنم نمیتونم برم. یه ذره جلوتر یه جایی هست سرزمین بازیه، فکر کنم میتونید بیاید یه ذره تفریح داشته باشید. یه ذره تفریح داره. پله برقی این سرزمین چی بود اسمش؟ کوکولو که با هم رفتین. پله برقیش که بیایید بالا میرسید به طبقه بالا و طبقه بالاش این چیزا رو داره. اون که ایشالله انتظامات نبود، همینو میریم ایشالله هر جا انتظامات گفت خلاف میکنم. اون انتظامات رو میگه ایشالله انتظامات رو اینا بکنه. اینجا که الان چه خواهی داره فیلم بگیره اینجا انتظامات نمید فیلم رفتن تو صورت یارو اومده اینجا ما آرامش کار کنه، تو داری ازش فیلم میگیری. نماینده دولتی کارش دوستان این کارهای زشتن. دوستان اینجا سرزمین بازیشه، سرزمین بازیش. رباتیش اینجاست. اینجا رباتی و سرزمین بازیشه. خیلی کار زشتی کردیم اون لایه گرفتیم ولی سرزمین بازیشه. اینجا کار میکنن یه امتی، اینجا زحمت میکشن. آینده سازان ایران بروج اضطراریشه. این اون مجموعه بازی است که داشتم میگفتم. این مجموعه بازی اینجا که شما میتونید بیاید اینجا و برید داخلش رو بازی‌های مختلفی بکنید. سرزمین بازی و فکر و اینا بود. بازی فکری داره دیگه. خیلی جای باحالیه تا انتظامات ما رو دستگیر نکرده. اونجا پایین گوشیمون رو گرفتن گفتن دارید چی کار میکنید. دید گوشی رو من سریع جمع کنم. اینجا هم باز بازی میکنن توش. برای بازیه دیگه، واقعا هیچ چیز دیگه نداره. و اینم بالای باغ کتاب این سرزمینه است. خیلی جای باحالیه دیگه. اینجا باحاله، اونجا خیلی گرم بود، اینجا باحاله دیگه. هیچی نداره به خدا. با هیزم هم بگیم و پشت انتظامات میاد ما رو دستگیر میکنه، دست گرفته نشی. زیپلاین بسکتبال اونو بچه ها حاج خانومه میگفت زیپلاین و بسکتبال اون انتظامات هم اونجاست. یه لحظه من این بالاش فقط بگیرم. اینه اسمش چیه؟ فکر بازی ها. سرزمین فکر بازی ها. باید بیاد اینجا بازی کنی. بریم اینجا بیرون، بریم پایین. آره بریم پایین. هیچی نداره انتظامات رو با اینجا هیچی واقعا نداره. خدا اومدیم یه بخش دیگه از این طبقه بالا که اون انتظامات نیست داریم یا شبیه انتظام و انتظامات اون پایین هم هست که نمیبینی یارو انتظامات باقی کتاب تهران. میدونم نگاش نکن. نگاش که نمیکنه. دوستان اینجا عینا داره، یارو داره نگاه میکنه دیگه. فهمید دیگه دارن فیلم میگیرن. گاف کی اینا داره، از اینا داره، پیکان داره، خیلی چیزای باحالی داره. یعنی حقیقتا مثل آینده میمونه. طبقه بالاش خیلی خوبه. انتظاماته اینجا انتظاماته دیگه. این یاروه اینجا که نشستی زنه انتظاماته. فقط چیزای باحال اینجاست جز این پیکانه. مثلا اونجا اون آبه چیه به نظرت اونجا؟ آها اینجا داره اون حاج خانومه اونجا داره چیز خاله داره در مورد دایناسورها توضیح میده دیگه. واقعا اینجا هیچ چیزی نداره. به منم هی داره نگاه میکنه میگه فیلم نگیر. اینجا هم یه اتاق کار دیگه است، دیگه چی داره دیگه؟ هستی بریم اینجا بلیط باید تهیه کنیم. نمایشگاه علمیه دیگه. نمایشگاه علمیه اینجا باید بلیط تهیه کنیم. چی داره؟
ها؟ نمایشگاه علمیه. نمایشگاه علمی چی داره؟ یه گم بریم. دوستان گلبانگ اذان رو اینجا دادن و گلبانگ اذان یعنی چی؟ یعنی حاج آقا بفرمایید نماز. آره ما از صبح اومدیم تا ظهر اینجاییم. اینجا خیلی جای باحالیه، بیاید. باغ علم و نوجوان باغ کتاب تهرانه، میتونید اینجا بیاید و از یه سری امکانات استفاده بریم جلوتر. تهیه نمی‌کنم، گرونه. اینجا کار میکنه بچه ها، همتون درست گفتید. اونجا دارن کار میکنن، آدم ها دارن اینجا کار میکنن، آدم ها و مریخ اونجاست، انتظامات نمیبینید. اونجا باز مریخه و فلان و اینا، خیلی جای باحالیه. یه چند جا بسم الله الرحمن الرحیم و فلان داره، من نمیدونم اون چیه. دستگاه سازمان انرژی اتمیه. دیگه چیزی میبینی اینجا بگی من بگم نگفتم به بچه ها؟ اوه بچه ها شوکر دارن میزنن اینجا. اسم میکنم اینجا واقعا چیز خیلی باحالیه. نمایشگاه علمی و ایناست. اینجا هم باید چپ بیان. علمی هم باید چپ بیان. دوستان اینجا یه سری اطلاعات به ما دادن و میتونید بگردید. سیلیکون و فلان و اینجور چیزا داره. باغ علم و نوجوانه دیگه. سمت راست ما هم یه عده‌ای دارن کار میکنن. علل خصوصی که اونجا آینه بوده جی، داشتم از آینه ها میگرفتم توش میافتیدم. باغ علم و نوجوان باید بیایید. اینجا هم دیگه چیزی نداشت. اینجا طبقه بالای سمت چپ باغ کتاب که ما اومدیم و الان ساعت شد 12:48. ما بلیط سینما گرفتیم تو پردیس سینمای باغ کتاب. یه همچین جاییه با یه همچین پلتفرمی سینما داره دیگه. میتونید بیاید باغ کتاب برید سینما شرکت کنید. ما داریم میریم جیمز باند رو ببینیم و بیاید دیگه. سینما داره، چیز دیگه ای هم نداره. یه جای نشستنی هم داره، گم نکنید. میاید اینجا و از سینماش استفاده میکنید. اونجا یه گیشه داره، اونجا میرید پول میپردازوندید و میگیرید. یه دستگام داره اونجا میتونید بگیرید. اونم طبقه بالا بود که قبلا گفته بودم دیگه، علم و فناوری و اینا هم بالاست. طبقه بالای باغ کتابه. بریم انشالله اگه شد سالن فیلم رو هم بهتون نشون بدیم. دیگه چیز خاص دیگه ای نداره دیگه. تا ادامهش بریم سمت سینما و اینا. چون اینم سالن سینمای پردیس سینمای باغ کتابه. خواستید بیاید سینمایی ببینید در این فاز و این وسعت سالن سینمایی و انتظامات نیاد. خیلی سالن سینما اینجا خریدیم. وسط میشه 7 داشتیم رو بر. این هم از پردیس سینمایی باغ کتاب که اینجا میتونید بیاید تماشا کن. صندلی راحتیه میرن عقب. آره دیگه. این هم از باغ کتاب و پردیس سینمای باغ کتاب که میتونید بیاید نگاه کنید دیگه. توضیحی نداره. توقع نداشته باشید فیلمو نشون بدم دیگه. هم کپی رایت بخوریم هم پلیس فتا با گونی بیاد بالا سرم. آره فعلا اینو ببینیم تا بعدش. اولد یعنی پیر خوشحال. بهترین دوستان گرامی، من کل این مجموعه به این وسیعی و گستردگی که به اسم باغ کتاب تهران بود و براتون کامل ویدیوشو ضبط کردم تا جایی که امکان داشت. چرا میگم امکان داشت؟ چون که اولا اونجا انتظامات داشت. انتظامات گفت آقا برای چی داری فیلم میگیری؟ به کدومین جبهه قراره کمک کنی که داری فیلم میگیری؟ فلان و فیسال و اینا. یا دیگه بعد آره نذاشتم ما کامل فیلمامونو بگیریم، ولی
تا جایی که شد من فیلم گرفتم و بخش مختلفش، خردسالش، سالن رباتیک، علم و فلان و اینا. کلا هم همین سالونا رو داشت. جز اینا مثلا سینما رو گرفتیم، سینما هم داشت. دیگه چی داشت؟ دیگه یه سری جا برای خرید کتاب داشت که اونجا دوربین دیگه خیلی ضایع بودش. صندوقدار اونجا نشسته بود، انتظامات هم اونجا روی یه چیز نشسته بود، اصلا کاریش نمیتونستی بکنی. و سعی کردم کامل کتابخونه ملی بهتون نشون بدم. بخشی هم از این موزه دفاع مقدس رو دیدید. امیدوارم بیاد اینجا لذتش رو ببرید دیگه. محل خانوادگیه، یعنی شما با مثلا بچه و اینا بیاید خیلی بیشتر بهتون خوش میگذره. مثلا با خانواده و خانم و فلان اینا بیاید بیشتر خوش میگذره. شباش خوبه، ظهرش اصلا نیاید. ظهر و روزاش فضا افسرده پکیده، خبری هم نیست. صبح که افتضاح. ظهر رو هم نیاید، از عصر به بعد ایشالله بید اینجا بهتون خوش جایی هم بگذره. پیشنهاد داشتید تو کامنت. آره جایی بگید دیگه تو کامنت ها فلان اینا بگید. ما الان در حال ترک اینجاییم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدی، وقت گذاشتی، دیدی باقی کتاب چه شکلیه. با بدبختی و ویدیو گرفتیم از توش. و ویدیوهای بعدی سعی میکنم یه سری جاهای دیگه از تهران به این گندالگی رو نشون بدم. تا ویدیو بعدی، بدرود. باش. خداحافظ.